سلام، من احسان روشنضمیر هستم. اینجا عسل روشنضمیر. با یه ویدیو دیگه در رابطه با عسل با ما همراه باشید. برند روشنضمیر بیشتر سعی کرده به مقوله‌های علمی در رابطه با عسل بپردازه و جدیدترین یافته‌های روز دنیا رو ما برای شما تبدیل به ویدیو می‌کنیم. ما رو دنبال کنید. احتمالاً اسم ژل رویال به گوشتون خورده، نه؟ یه ماده خیلی خاص و اسرارآمیز از دلتم میاد. خیلیا بهش میگن اکسیر جوانی و سلامتی. امروز قراره با هم پرده از راز این ماده شگفت‌انگیز برداریم. تا حالا به این فکر کردین که چرا ملکه زنبور عسل میتونه تا 5 سال عمر کنه ولی بقیه زنبورهای کارگر فقط چند هفته؟ یعنی تقریباً 50 برابر بیشتر. اونا که همشون تو یک کندو زندگی میکنن. این یه معمای خیلی جالبه که جوابش همون راز بزرگ ژل رویاله. خب تو این برنامه قراره چیکار کنیم؟ اول از همه میریم سراغ راز ملکه. بعدش میشکافیم که ژل رویال اصلا چی هست. 7 تا از خاصیت‌های کلیدیش رو با هم مرور میکنیم. یه راهنمای عملی هم داریم برای مصرفش و آخر سرم مقایسهش میکنیم با عسل. پس با ما همراه باشید. خب بریم سراغ بخش اول، راز ملکه زنبور عسل. میخوایم ببینیم داستان این عمر طولانی و خارق‌العاده چیه. این تفاوت واقعاً آدم رو به فکر میفرو بره، نه؟ یه طرف ملکه رو داریم که تا 5 سال عمر میکنه و تنها وظیفش تولید مثله. اون طرف هم زنبورهای کارگر که خب فقط چند هفته زنده هستن و تمام کارهای سنگین کندو رو دوششونه. نکته جالبش اینجاست که از نظر ژنتیکی هیچ فرقی با هم ندارن. پس راز کجاست؟ دقیقاً توی رژیم غذاییشون. و بله، جواب همینجاست. تمام این تفاوت شگفت‌انگیز، تمام این قدرت و طول عمر فقط و فقط به خاطر یک چیزه: غذای انحصاری ملکه. یعنی همون ژل رویال. بی دلیل نیست که بهش میگن اکسیر جوانی. خب حالا که فهمیدیم این ماده چقدر حیاتیه، وقتشه بریم عمیق‌تر ببینیم ژل رویال دقیقاً چیه. این ابرعصاره طبیعت از چی تشکیل شده؟ ژل رویال یا همون شاهنگبین که اسم دیگشه، در واقع ماده ژلاتینی و شیری رنگه. این ماده رو زنبورای کارگر جوون تولید میکنن، اما نکته اینجاست که این غذا فقط و فقط برای ملکه است. یعنی ملکه در تمام طول عمرش هیچ چیز دیگه‌ای جز ژل رویال نمیخوره. همین غذای خاصه که اون رو به ملکه تبدیل میکنه. حالا بیایید نگاهی به ترکیباش بندازیم. شاید فکر کنید خیلی پیچیده است، ولی در واقع یه ترکیب هوشمندانه است. ببینید، بیشترش یعنی حدود 60 تا 70% آبه. اما اون چیزی که مهمه بقیه‌شه. کلی پروتئین، قندهای مفید و یه سری چربی‌های خیلی خاص. واقعاً انگار یه سوپر مکمل طبیعیه. اما چیزی که ژل رویال رو واقعاً منحصر به فرد میکنه 2 تا چیزه. اول اینکه تمام آمینو اسیدهای ضروری بدن ما رو تو خودش داره و دوم یه اسید چرب خیلی خاص به اسم 10HDA. این اسم سخت رو لازم نیست حفظ کنید، فقط بدونید که این ماده خاص یه جورای قهرمان اصلی داستانه. همین ماده است که خواص ضد التهابی و ضد باکتریای قوی به ژل رویال میده. خب رسیدیم به بخش هیجان انگیز ماجرا. حالا که میدونیم ژل رویال چیه و از چی ساخته شده، وقتشه ببینیم این اکسیر طبیعت دقیقاً چه کاری برای سلامتی ما انجام میده. قراره 7 تا از مهمترین خواصش رو با هم بررسی کنیم. اولین و مهمترین خاصیتش تقویت سیستم ایمنیه. یعنی به بدن شما کمک میکنه که در مقابل بیماری‌ها قوی‌تر باشه. دوم، اگه احساس خستگی و بیحالی میکنید، ژل رویال به خاطر داشتن ویتامین‌های گروه B میتونه یه انرژیزای طبیعی عالی باشه. و سوم، یه خبر خوب برای پوست و موم. این ماده تولید کلاژن رو تحریک میکنه که یعنی کمک به کاهش چین و چروک و تقویت موها. اما صبر کنید، هنوز تموم نشده. خاصیت چهارم کمک به تعادل هورمون‌ها و سلامت باروریه، هم برای خانم‌ها و هم برای آقایون. و خاصیت پنجم که خیلی مهمه مربوط به مغزه. ژل رویال ماده‌ای به اسم استیلکولین داره که برای حافظه و یادگیری فوق‌العاده است. حتی تحقیقاتی هست که نشون میده میتونه در برابر آلزایمر هم نقش محافظتی داشته باشه. و میرسیم به 2 مورد آخر. شماره 6 برای قلب شما مفیده. کمک میکنه کلسترول بد یا همون LDL و تریگلیسیرید خون پایین بیاد. و شماره 7 که شاید یکی از هیجان انگیزترین ها باشه. پتانسیل ضد التهابی و ضد سرطانی.
این یعنی از سلولهای بدن در برابر آسیب‌ها محافظت میکنه و تحقیقات اولیه نشون داده که ممکنه جلوی رشد بعضی سلولهای سرطانی رو هم بگیره. خب با شنیدن این همه خاصیت حتما براتون سوال شده که چطور باید از ژل رویال استفاده کرد و از کجا بفهمیم اصله. این بخش دقیقاً راهنمای عملی شماست. بهترین روش مصرفش اینه: صبحها قبل از صبحانه و با معده خالی. یه مقدار خیلی کم، حدود 1 تا 2 گرم، یعنی اندازه یه نخود، زیر زبونتون بذارید. سعی کنید 3 تا 5 دقیقه نگهش دارید تا از طریق رگ‌های زیر زبون مستقیم جذب خون بشه. اینجوری بیشترین تأثیر رو میذاره. خب چطور بفهمیم ژل رویالی که میخریم اصله؟ چند تا نشونه ساده داره. اول رنگش که باید کرمی یا زرد کم رنگ باشه. دوم بو و طعمش که تند و ترشه. یادتون باشه ژل رویال اصل اصلاً شیرین نیست. و یه تست ساده هم هست. یه کمش رو روی پشت دستتون بمالید، باید خیلی سریع جذب بشه و حس چربی نده. البته چند تا نکته ایمنی مهم هم هست که باید بدونید. اول اینکه اگه به گرده گل، عسل یا کلاً محصولات زنبور آلرژی دارید یا مبتلا به آسم هستید، باید خیلی با احتیاط مصرف کنید. همینطور خانم‌های باردار و شیرده و کسانی که داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنن، حتما قبلش باید با پزشکشون مشورت کنن و برای بچه‌های زیر 1 سال هم اصلاً توصیه نمیشه. یه اشتباه خیلی رایج اینه که خیلی‌ها فکر میکنن ژل رویال همون عسله یا یه نوع عسله، ولی اصلا اینطور نیست. بیایید یه بار برای همیشه تفاوت این دوتا رو با هم ببینیم. ببینید چقدر فرق دارن. منبعشون هم متفاوته. ژل رویال از غدد زنبور میاد ولی عسل از شهد گلها. کاربردشون تو کندو هم فرق میکنه. ژل رویال غذای مخصوص ملکه است، عسل منبع انرژی برای همه زنبور هاست. طعمشون که اصلا شبیه هم نیست. ژل رویال ترش و تنده، عسل شیرینه. و از همه مهمتر ترکیبات مغذیشون. ژل رویال پر از پروتئین و چربی‌های مفیده، در حالی که عسل بیشتر از قند تشکیل شده. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم اینطوری میشه گفت: هر دوتاشون محصولات فوق‌العاده‌ای هستند، اما کارکردشون کاملا متفاوته. ژل رویال مثل یه مکمل غذایی خیلی غنی و متمرکزه، در حالی که عسل بیشتر یه منبع انرژی سریع و طبیعیه. واقعا میشه گفت ژل رویال یه گنجینه به تمام معنا از دل طبیعته. یه هدیه برای سلامتی پایدار و یه زندگی پر انرژی تر. این خلاصه‌ای بود از دنیای شگفت‌انگیز این ماده بی‌نظیر. و به عنوان سوال پایانی میخوام ازتون بپرسم: به نظرتون با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی چقدر میتونیم برای حل مشکلات سلامتی امروزمون به همین درمان‌های قدیمی و گنجینه‌هایی که طبیعت در اختیارمون گذاشته مثل ژل رویال برگردیم و اعتماد کنیم؟ این سوالیه که شاید بد نباشه کمی بهش فکر کنیم.